این ویدیو رو ببینن. یه بیادبی پا منبر امام حسن داد تنشم کج کرد، مسخره کرد. حضرت فرمود خانم حیا نمی کنی سر برهنه وسط مردان نشستی؟ مرد همون لحظه رجولیتش افتاد، تبدیل شد به یه زن، پستانهاش ورقلمبید. همونجا تو مجلس از خجالت بلند شد بره بیرون. حضرت فرمودن میری خونه، عیالت مرد شده، باید همبستر میشی، حامله میشی، یه بچه میزایی، بعد میای اینجا. ما الان درست شنیدم یا شنیدم اشتباه؟ میگه یک مردر زن کرده امام مجتبی. سر چی؟ سر یه توهین خنک پا منبرش یه دعایی کرده، از جاش در آمد مذکرش. میگه توی مسجد و پا منبر و جای همه آلت مرده جدا رفت و در آورده ممه. از او ور باز میگه گفته برو خانه تان زنک، زنت الان شده یک مرد شبیه گردونک. بعد میگه برو زنت که مرد شده واسه خودش، تو رو حاملت کنه بچه بزا واسه مدش. شیخ سوسخل نمیفهمی خودتم چی تفتدی؟ این دیگه چه سوسشری بود؟ زر ناشتا آمدی؟ چجوری میشه سر یه حرف مفت امام حسن مردر زن کنه پیش او همه از مرد و زن؟ بعد اصلا گناه او زن چی بوده تو خانه‌شان که یهو این صحنه رو ببینه توی آینه‌شان؟ چجوری میشه یکی این همه سوسشر بچینه؟ حاجی توی مغز پامن بریاد سگ برینه.